سلام همراهان گرامی. تو این پروژه از بند 4 میل استفاده شده و خروجی کار با هر بندکشی بسیار بسیار زیبا میشه. خواستم ببینید دور قاب استراکچر چقدر تمیز و با دقت برش شده. فلش تانک همینطور دور کاسه، برش دور کاسه رو دقت کنید. نور اینجا بسیار بسیار بد و کم هستش. گردبرای دورلوله ها رو ببینید عزیزان. این گردبر باعث میشه شما همه دقیق سر جاش. و دوست داشتم یه نگاهی به این فارسی برها هم بندازم. انگار یه خط کشیده. ممنونم از همه دوستانی که ما رو همراهی میکنن. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره.